بکس یوتیوب به یک ویدیو دیگه، به یک بازی دیگه خوش اومدین. من ربکا. امروز قراره با کل بچه‌ها بازی Yes or No انجام بدیم و اینکه میریم بازی رو ببینید. بالا سرشون من وای میستم، یه سری حالا پول، جایزه، جریمه بالا سرشون قرار داره. قراره بدبختمون کنه. هر کس بگه یس اون جریمه خالی میشه روی سرش، اگه پولم باشه انداخته میشه روی پاش. بریم ببینیم که قراره چی پیش بیاد. خب بچه ها، بازیکن اول رها رو داریم. تو گوشش موزیکه که نشنوم میخوام چیکار کنم. بریم واسه اولیش. بازم میتونم نو برم؟ 3 تاه؟ پاشو خانم، پاشو پاشو. خب بازیکن دوم سمیلو رو داریم درون تصویر. بچه یکی از قانونا رو بهتون بگم. خب نمیتونید همه رو نو بگید، اصلا همچین چیزی امکان نداره. حداقل باید یه دونه یس رو داشته باشید. بریم واسه اولی. Damn, it feels good to be a gangster. چون که سمی جان تقلب کرد دوباره نشوندیمش روی صندلی به خاطر اینکه داشت از قاب گوشی من تقلب می‌کرد. ما خوابو در آوردیم. بریم واسه ستای سمی. بعدی هم بگو نو پاشو. من میخوام برم. خب بچه ها بازیکن سوم فرهانه دارن تصویر. خب بریم یه سونو بگم. خب خدا رو شکر. قشنگ بود. گفتم دمه در من میرم بالا. این چی؟ اینو میگم یه سیگار. چی بود؟ خدا رو شکر 20 لیتر دادم. آره میدونستم خوب میدن. نباید اصلا برگردید. من نمیدونم چه بریم. چیکار میکنی؟ منتظر رسامه. بگو. اونو بگی جلوشو. بگو. آقای اصلاح کنم.
با دست به من نشون نمیدی رسام نمیشه دیگه آقا یعنی چی با دستش رسام بندازی بیرون نکن بر نگرده رسام هندل کنید سه تا چک طرف بچه برید بسم الله 3 تا چک نفری؟ آره هر 3 نفر بچه بچه ایکس گیم بیاد 3 تا ایکس گیم بیاد 3 بیا اینجا برو بزن چیزی آخه بزن بابا 3 تا بیا نفری 3 تا یکی بیاد بروش بزن نفری 3 تا آقا یکی بیاد بزنه دیگه میخوای صداش خودم بزنم آقا بزن یه 3 تا بزن نماش بده یکی دیگه بابا محکم بزن یه دونه بزن یه دونه محکم بزن یه دونه بابا ببینید بچه‌ها آقا حواستون به من باشه دیگه آقا اون هدفون بزن تو گوشه موزیک هم که پلیه اون برای بچه هیچ کاری نمی‌کنن برو خب آسیل بود آقا نفر علی داشتین آقا بالا بفرمایید آقا بالا بفرمایید بالا جان بفرم وسایلم بگی ایپادت باته از کجا اومدی؟ از کدوم چنل اومدی بگو سرتون رو نمیتونین برگردونین به عقب اصلا به هیچ عنوان نه بابا یهو برق میگیرته تو زیر آفتابی کجا داره دستم که میتونی ببینی یس آقا پولم میدادین دیگه من 2 تا گفتم یه نخورده اصلا ابو خورد صورتش نه بله خطر نخورد آقا 2 تا یس مگه نشد وایسا بزن تو سر بزن تو سر صورتش هر دو موبایلت سوخت یکی دیگه یه دونه خب دیگه داره یه دونه دیگه داری بشین نه آقا یه گفتم بشی یه دونه این خوبه این خوبه بهشون بگونم از اولیه چی آخریش گفتم همیشه خوبه اه. آخریش اولی هم بادکنک آب بود آخریش همیشه خوبه 2 تا پشت این هم قدم فاسیله یس از این سگ انداختن جلو درد برو خونتون ببین هستین من بازیکن بعدی کوروش باز من پاسینه نده که صدا نداشت یه هندزفری بهش بزنم گوشش خواستی بگی برم دروغ داری دیگه تو دیگه بهش همکنون بعدی وایسا یس گفتم درسته درست یه 5 لیری بردی 5 لیری بردم بگی $100 بابا اینجوری میبرم آقا به خدا داره از این موضوع اتفاقایی داره میفته نه آقا هیچی نه میذاره آردی سرش شده نون بعد خیلی ممنون همه مرسی از برد کرده. برنامه خوبتون بود بله نمیتونی $100 میده 10 تا میخرم آقا داره میرسونه چه جوری دارم میرسونه آقا این بریم باشه دستش کوروش داره میرسونه باشه دیگه به خدا نمیرسونم صدا حیوون دارم صدا 4 مدل حیوون باید اول صدا گربه میخوای گربه و سگ این چیه؟ گربه و سگ هم یکی دیگه مونده یکی گرد اوکی آفرین حلش شده تمامه؟ نه خیلی یکی دیگه یکی دیگه مونده یادم نیست علامت همون چی بود
خب بازیکن بعدی آریا رو داریم. It was at this moment that he knew. He fucked up. همه یه چیزی بهش نشون دادیم. اون نو نشون داد. نو میگیم دیگه. فقط اون میتونست. این چیه این یس شانس آوردی حاجی. بعد شانس آوردی. یه دونه باید یه دونه نو بگی هم دیگه. یه نو گفتم دیگه. یه نوع دیگه هم داری. صدا اسکناس نیاد. صدا اسکناس رو نشنون ها. یس یا نو؟ آریا چرا یس گفت احمد؟ فکر کرد الان جایزه داره خبره شد. جایزه نبود تو هرچی میگه برعکس تو. یه تو نو دوباره حالا بنا رو تو تصویر داریم که حالا دیگه از گردش دوران بهتر. بچه‌ها اینقدر آب ریختی یه خالی داره خب بگو. بله نو رو داشت تو تصویر. برو بعدی چیه؟ بعدی چیزه؟ نو؟ ولی باید یه خوب بگید. نه گذرون داخل باشه یه یس باید نمیتونه یس بگی که ولی خوبم بهش بگی. تو که دوتاشو رسوندی حالا دیگه صحبت نکن. بیار بالا توی باید بگی یس دیگه. کیه؟ شامپو بذار آبم بریزی رو کردم. نه تو رو یه قرآن دقیقه نده خدا میزنم کسی نمونده؟ نه به آخر یه برنامه دیگه رسیدیم لذت برده باشین. بازم جریمه اینکه میخواد توش بگیری یه دیگه هم بریزی رو کردم. یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنین، یادتون نره کامنت انگلیسی بذارین تا ویدیوهای بعدی بدرود.